آقا سلام علیکم. سلام خوش آمدید. بفرمایید جانم. ماژول اینورتر میخوام. ماژول اینورتر. یه ذره اونورترشو دادم اگه به کارتون میاد. اگه اینجا میشه بیارید من ببینم. بله خواهش می‌کنم. بفرمایید. اینورتره. این یه ذره اونورتر. بعد این کارش چیه؟ این خدمت شما عرض کنم کارش بعد 12 ولت رو تبدیل به 220 میکنه. آخه من شنیدم اینو مثلا یه کل خونه رو باید روشن میکنم. خواستم که این والا چون اون ایشان می‌خواد اونورتر رو خونه روشن کنه. این یکم اینورتر استادیوم آزادی نمی‌تونی باش روشن کنی. 150 وات هم هست، کل استادیوم آزادی رو میکشه. میشه یعنی واقعا میبرن یا حالا نمی‌دونم اون دیگه ما گردن نمیگیریم دیگه. باشه. آره. این محصول بله حتما انشالله که نه. خدمت شما عرض کنم که این یه ورودیه 12 ولت داره که برق 12 تبدیل میکنه به 220 ولت. شما خروجی های 110 172 200 و 220 ولت هم شما میده. خیلی آره میتونید مثلا لپتاپ شارژر گوشی اصلیتون مثلا تو جایی که نیاز از سوپر فست شارژ بشه فقط با کله خودش هم میخواد شارژ بشه، خیالتون هم میخواد راحت‌تر باشه برای اینکه شما میتونید با شارژر اصلی شارژ بکنید. میتونید از این استفاده بکنید. پیشنهاد من اینه و کیفیت خیلی خوبی هم داره. آره تعداد هم ازش داریم. قیمتش فقط چنده؟ 480 تومن است. 480 تومن. واقعا من میشه برام یه دوری بزنم. حالا این خیلی خوبه. من میرم یه دوری بزنم. خب حالا شما بیا یه دونه خدمت یه لابو بخر از ما. لابو نه مرسی خیلی ممنون. چرا؟ حالا بعد مزاحم میشم. آقا بیا. مزاحم میشم. عزیز من. آقا مزاحم میشم. آقا توضیح دادم. آقا